نشودن جسد وقتی حیران می شود باید چی طرز جسد بکشونیم از زمین زیر مویه و زیر منه میکشویم تا که بینیم از چی سبب حرام شده. کشویم. تو انا اینجا چوب میکنیم دل شموز میره چوب کرده پیشتر بیو خوشو بگی که تو که بینا بینندگان گیرامی اینا عضوایی که در داخل این حیوان است یک تک تمو برآورده نشون میدیم تا که از چی سبب حرام شده است. Ciao. خب اول میروریم اسپورج با زبان فارسی ما سیولوگ میگیم. این سیولوگ هست یکم نشانه کسلیای سرایتی نداره لبای تنکی خوبه یکم جوش برای کسلیای سرایتی مثلا سیبیرسکی یازده بود دیگه کسلی نداره فقط کرویت کردگی احسابی شکم درد این روده ها کرویت کردگی احسابی دیزینتر شدگی کرویت شدگی نه فرضی کرویت کردگی روده ها خوب بگی که بینن تو که کرویت کردن روده ها تو وقتی دیزینتریا میشوه شکم دردی خونراو میشوه چوربه همین کرویت میشه روده ها شکمه باز میبینیم شیردون از طریق ایم از ایم حل کردن نتونسته این ژیلود نیه این بسوله هست بسوله دو ماهه هست این شیردونه خوب سیون کن تو که بیانی احسابی ایم گسیپول ایم هم خیلی زدگی هست گسیپول ایم زدگی ژیلود تره شیردون زدگی هم خیلی جزیر کردگی شکم را میگینی در دروش کمه چی هست
شکمه اینی پتی شکمه اینه پتی شکمه غلطیده پتی شکمه ریخته زنده به زنده بیچاره پتی شکمه غلطیده حسابی شیری بسیار امی بسیار گسیپول ام زدگیه پتی شکمه را اینه پتی شکمه ترزی ویران شوی نه این گرده گردهش سازه نخ زدگی داره نه یکم چی کرویت هم کدگی نیست این جگر این جگر خوب سیان تو که جگر توزای خیلی کوک داره حتی این که خیلی کوک داره مشکل نیست سوی جگر نیست خب میگذاریم به قسم دیل به قسم راههای نفس برو سر اینه این شیشه دو طرف شیش پنیومانی هم گذراندگی های نه پنیومانی تو که شیش سیاه شیدگی های لخت شوی خون هست در دیل نگم کمبودی و نیست فقط کمبودی اکسوی ام گسیپول ام زدگیه تمام همین کار